بعضی ها چی میگن؟ ما گناه کردیم نشد، عذاب نگرفت دامن ما را. علما میگن نماز نخوندی رسوا میشی، قتل کردی رسوا میشی، زنا کردی رسوا میشی، همه رو ما میکنیم. ولی الان دامن ما را نگرفته از عذاب. شاید علما دروغ بگوین، نعوذ بالله. و پس برش بگو بزرگترین عذاب خدا و گرفت خدا این است که به تو اجازه نداده که سر به پیشگاهش خم بکنی. حافظ ابن قیم جوزیه میگه گناه این اندازه زیاد نکن، فکر نکن که خدا دیگه تو رو رها کرده نمیبینه تو را. چون هر روزی که گناه میکنی یک بار به اطراف زندگی خود نگاه بکن که چی از زندگیت گرفته شده. آیا نان مانده در زندگیت؟ آیا در دکانت برکت هست؟ آیا فرزندانت متبع دین هستن یا سرکشن؟ دخترت نماز میخوانه نمیخوانه؟ پسرت با دین هست یا نیست؟ اگر اینها نبودن گرفت خداست عزیز من. دوستان گرامی، سروران عزیز، بزرگواران و بزرگمردان، جوانان و نوجوانان ارجمند، خواهر و مادری که وسیلتاً همیشه آواز مرا میشنوند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی خوشحال هستم که باز هم این فرصت به من ای بنده حقیر ارزانی شد که باز هم در خدمت شما دوستان خدا و بندگان نیک خدا شرف حضور پیدا کنم و ساعت صحبت بشود از دین الله. و این یک بزرگترین نعمت است که الله رب العزت و جلال هم نصیب ما و هم نصیب شما گردانیده است. برای شکرانگی این نعمت یک بار با آواز بسیار بلند بگوین الحمدلله. و برای اینکه مجلس ما نورانی تر بشود، چه زیبا هست که یک صلوات غرا، یک صلوات بلند هم بر روح رسول الله صلی الله علیه و سلم عرضه کنیم. دوستان من، موضوع صحبتی که این هفته در نظر گرفتم همان موضوعی هست که در هفته قبلی رویش صحبت کردیم. یادتان هست که چی بود موضوع صحبت؟ چی کسان اهل جهنم؟ پناه بر خدا. چقدر آسان به زبان ما جاری میشه، ولی اگر به محتوای این کلمه یک کمک فکر بکنیم مو در بدن ما سیخ میشه. چی کسان اهل دوزخن؟ چقدر واقعا این کلمه تکان دهنده است. پناه بر خدا. خدایا خودت ما را نجات بده. ده گروه از اهل جهنم را معرفی کردیم هفته قبل که در بین از او 10 گروه خود ما هم بودیم و فقط لطف الله شاهد حال ما بشود، رحمت پروردگار عالم به تلاطم بیاید تا ما را با رحمت خودش از صف ناکامان و دوزخیان الله خودش بیرون بگرداند. یک کسی که در هفته قبل گفتم کافر بود و مشرک بود که ما در او لیست نیستیم، الحمدلله. دوم کسی که رویش صحبت کردیم که از اهل جهنم است، منافقین بود. منافق را 2 قسم تقسیم کرده بودیم، عملی و عقیدتی. عملیش زیاد بود در بین ما هم، ولی عقیدتیش که الحمدلله در این جمع ما نیست. سوم بی‌نمازا بود که هم خیلی زیاد است. بی‌نمازان هم از اهل جهنم هستند اگر توبه نکنند، اگر نماز خوان نشوند، اگر سجده به پیشگاه الله نکنند. یه زاهد از راه میگذشت، مولانا جامی رحمت الله علیه می آورد در امون دیوان خودش، زاهد از راه میگذشت، جوان به الله دشنام میداد.
بسیار با آواز بلند دشنام میداد الله را، مثل که امروز در صفحات میآیند مرتدین و ملحدین به الله و رسول دشنام میدهند، به دین دشنام میدهند، به قرآن دشنام میدهند. فکر میکنن که دیگه خدا زورش به ما نمیرسه، نعوذ بالله. خدا ناتوان شده، خدا ضعیف شده، خدا نمیتونه انتقام بگیره. زاهد رسید نزدیک جوان، دید که این الله را دشنام میدهد. زاهد دستان خود را بلند کرد که خدایا ذلیل و زبونش بگردان، خدایا رسوای دنیا و آخرتش بگردان. عارف عذرا رسید، مردی که الله را خوب میشناخت. عذرا رسید برش گفت که چرا دعای بد میکنی در حق جوان؟ گفت تو نمیبینی به الله دشنام میدهد؟ من دعا میکنم الله او را به عذاب خود گرفتار بکنه. عارف گفت تو مگر نفهمیدی که الان در بزرگترین عذاب خدا این جوان گرفتار شده است؟ تو دعای چی میکنی؟ دعا میکنی که پروردگار اینو به عذابت گرفتار کنه، الان این داخل عذاب است. گفت مگر عذابش چیست؟ گفت عذابش چیست که الله از لیست بندگی حذفش کرده. دعا کن که از لیست بندگی حذف نشوی. گاهی وقت سرکشی قدر زیاد میشه که چشمان ما را پرده میگیره، خوب و خراب تشخیص داده نمیتونیم. گناه خود را گاهی وقت فکر میکنیم که ما دیگه کار ثواب میکنیم. گفتی به عذاب خدا گرفتار شده، دعای بد در حق از این بیشتر فایده نمی کند، الان در بزرگترین عذاب الله گرفتار است. گفت چه عذاب است؟ گفت خدایی را از لیست بندگی حذف کرده. بعضی ها چه میگن؟ ما گناه کردیم نشد، عذاب نگرفت دامن ما را. خیلی گناه میکنیم. علما میگن نماز نخواندی رسوا میشی، قتل کردی رسوا میشی، زنا کردی رسوا میشی، همه را ما میکنیم. حالا الان دامن ما را نگرفته است عذاب. شاید علما دروغ بگوین، نعوذ بالله. اما از پیشش پرسان که جوان نماز میخوانی؟ و شاید بگوین این نمازت هم نمیخوانم. و پس برش بگو بزرگترین عذاب خدا و گرفت خدا این است که به تو اجازه نداده که سر به پیشگاهش خم بکنی. دوستان عزیز، یک جمله را یک جا دیدم، حافظ ابن قیم جوزیه نوشته کرده بود، واقعا این تکان دهنده است. او نوشته کرده بود که گاه وقت گناه انسان میکند و میکند و میکند، به هر گناهی که انجام میدهد قرار است یک نعمت برایش برسد، خدا اون نعمت را از پیشش میگیره. آنقدر این گناه بیشتر می شود، آنقدر سرکشی بیشتر می شود که دیگر خدا نعمت به این بنده باقی نمیگذارد، همه را میگیرد، همه نعمت ها را میگیرد. بسیاری ها قرار بودند بهترین پول پاک به دستشان بیاید، اما از راه معصیت رفتن، خدا اون را از پیششان گرفت. همون دارایی که داشتن مقدار اون را از دستشان گرفت. خیلی ها صحت نداشتن، الله صحت مریضی را برشان آورده بود که به سمت الله برگردن. در وقت مریضی، در وقت علیلیت، در وقت مصیبت و رنج، باز هم اینها رفتن به دروازه معصیت و گناه. خدا اون صحت را از پیششان گرفت، جانشان را قبض روح کرد. حافظ ابن قیم جوزیه میگه گناه را این اندازه زیاد نکن، فکر نکن که خدا دیگه تو را رها کرده، نمیبینه تو را. چون هر روزی که گناه میکنی یک بار به اطراف زندگی خود نگاه بکن که چی از زندگیت گرفته شده، چی از زندگی تو برداشته شده. آیا نان مانده در زندگیت؟ آیا در دکانت برکت هست؟ آیا فرزندانت متبع دین هستن یا سرکشن؟ دخترت نماز میخوانه نمیخوانه؟ پسرت با دین هست یا نیست؟ اگر اینها نبودن گرفت خداست عزیز من، گوشتابی خداست، ولی بعضی چشمها نمیبیند. بنابراین چه کسان اهل جهنم هستند؟ بی‌نمازان بود سومش، چهارمش فاسقان بود، ظالمان بود پنجمش، زناکاران بود و اونهای عالم ریاکار. عالم ریاکار، پناه بر خدا، عالم ریاکار.